مثلا کربن اون گرافیت میشه نرمترینه، به اصطلاح عنصره که رو کاغذ مداد میکنیم مینویسیم. بله. الماس میشه که سخت‌ترین میشه. خب ببینی این حالا پختش توی دیگه بوده، اون پختش توی دیگه بوده، اینا تفاوت، اینا خب قدرت خداوندیه. ذاتش که یکیه، جنسش بله، خمیرمایه‌شون یکیه، یکی مثلا نرم یکی سخت. می‌بینی که هر چیز این خداوند بی حساب کتاب نیست. شاید مثلا یکی بگه که آقا این همه اقیانوس داریم چون اینا شیرین نبودن، چون شوره. خب اگه آب شیرین باشه اون بوگندش نمیشه آدم تنفس بکنه. این نمک رو که زدن و این جزر و مد رو اینا خودش باعث میشه. یا مثلا میگن که قطب شمال واسه چی گذاشتن که هیچ همش برف و فلان اینا. اون کویر مثلا لم یزرع هیچی مثلا رویش نداره. خب میبینیم که این کویره که این گرما رو میده با اون سرما میاد بالا، این دوتا به هم میخورن یه موتور درست میکنه. این ابرهایی که از این اقیانوس بخار میکنه به طور طبیعی این موتوره اینو حرکت در میاد. پس ببینید همه چی رو وقتی که آدم این دانسته های زمین شناسی و این اطلاعات میبینه، خود به خود میبینه که هیچی به حساب کتاب نیست. میبینیم طبس بزرگترین ذخایر الان زغالمون تو اونجا. پس اونجا یه زمانی جنگل بوده، یعنی اون جنگلایی که الان مثلا مثل آمازون داریم میگیم ما هم داشتیم، همونجا بوده دیگه. خب اون تبدیل شده به اون زغال سنگه. این کوها حالا به سن من شما نیست، فرسایش پیدا میکنه میشه خاک، یعنی به یه نوعی عمرش تموم میشه میره. اما تبدیل همون خاک باز به یه چیز دیگه میشه. یعنی میخوام بهتون بگم مرگ تو این دنیا نیست، ما از یه چیزی به یه چیز دیگه متحول میشیم. شاید مثلا فرض کنید که یه کسایی که از مرگ دارن میترسن، بابا از یک دبستان میرید دبیرستان، از دبیرستان میرید دانشگاه. این متحول شدنه. چون واقعا من نگاه میکنم میرم هیچی از بین نمیره، فقط از یه چیزی تبدیل میشه. این تبدیلا رو واقعا میاد میبینه. خداوند ما رو به وجود آورد، یه هایپر استار برامون نفرستاد که خب برو به اصطلاح همه چی رو از این دل زمین خودت پیدا کن. ما بودیم که اومدیم تبدیلش کردیم کره شمالی، اون یکی کره جنوبی، اون نمیدونم ویتنام فلان، اون یکی نه. خدا گفتش که این رزق و روزی رو بهتون داریم زندگی کنیم، بریم کیف بکنیم. خب خودمون هستیم با دست خودمون. مرزبندیایی که وجود نداره. یعنی اگر که خداوند میخواست همه انسانها رو از یک نژاد، با یک اعتقاد، با یک زبان، با یک شماتیک چهره خلق کنه، دنیا خیلی کسل کننده میشد.